هون گداریا رادیوی را تزش مسکوی دکن. سلاف و دمو بخیر گدارین دلال. رادیوی را تزه اند کارن ببین تور اینترنت بوی ناونی شانی. مالپر ریا تزه نقطه کم. ایرو شمیه بیستیه کی گلانیه. گداریا دنگو بس نفتیه کی بکن. رفش داویه با کوری کردستانی. پارلمانتی ترکیه یکمین جوین خو سر رکرن پارلمانتی پارلمانتارین پارتی دموکراتیک گیلان HDP دارخست. هفسروکی HDP سلحالدین دمیرتاشی دبیجه اردوغان دیش گرتنامن پشمان ببه. پارلمانتی ترکیه هفته گلانی دانی ایواری یکمین رونشتن خال سر رکرن پارلمانتی پارلمانتارین کدره قوان دا 2 ساعت نوکرن تایبت پارلمانتارین HDP دا انجام دا. پیشنیار قانون رکرن پارلمانتی پارلمانتارین HDP علی پارتی داد و پیشوچون و هاتیه آمده کرن. حتی نه پارتی بزاو نتف پرست و پارتی کمری یا گل پشگری خوش بو AKP راگیاندنه. جبو رکرن پارلمانتی پارلمانتارین HDP پیوستی بسیست هفته دنگانه. دنی روزا اینی پارلمانتی ترکیه دویم خاله پیشنیار رکرن پارلمانتی پارلمانتارین بسیست هفته 4 دنگان قبول کرد. بوی اوای رفراندوم چینابه و ری لبر دستگیر کردن و دارزاندن پارلمانتارین پارتی دموکراتیک یا گلان و بو. خاله دویم بسیست هفته و 4 اری 336 نا 4 بیبریار و 1 دنگ بتال هاته پسند کردن. چاو مو پیش دا آگادار کرد هفته آداری الپارلمانتوی سر پیشنیار راکرن پارلمانتیان دنگ دوین پیکاته بو و بسیست و 57 دنگان هات بجراندن. AKP پارتی او MHP دخواست بی بجراندن لی HDP لمبر درکت. هر وها CHP دوی مجاری دا ببو دو بش. آلیک دجی درکت و آلیک دنجی قبول کرد. هفسروکی HDP سلحالدین دمیرتاش سرکرن پارلمانتیان خو و هوالین خو هر وها گرتن خو گوت اگر اردوغان سرکمری ترکیه من بده گرتن دی پشمان ببه. دمیرتاش روزنامه انگلیسی یا گاردیان را آخوی او گوت ازید گرتیگی دا هین به باندورتر ببم جبر ویجی اردوغانش بکن منش گرتیگی درخینه دی هرتش بکه. هفسروکی HDP هر وها دیار کرد که دمو ریکن سیاسی بین گرتن وی چاخی گلی کرد دی دو ریکن دن بگره جبو بدست خستنا مافین خواه و گود دمو پارلمانتارین HDP بین گرتن ایدی تکس باوری بدموکراسی و سیاستی ناکه. زیدتری 500 دوسی درقا پارلمانتارین HDP دا رادستی پارلمانتی ترکیه هات نکرن. اف دمکی دا که هجمار پارلمانتارین وی پارتی پینجی و نیه. اگر پارلمانتی بینه رکرن هری کیم پینجی پارلمانتارین پارتی دموکراتیک یا گلان وی بینه گرتن. دنوان پارلمانتارین HDP ینکو دخوازا رکرن پارلمانتیان وان تکرن هفسروکی HDP سلحالدین دمیرتاش و فیگن یکسک داک پارلمانتارین انقره سری سورای اندر پارلمانتار چولمیرگ سلمه ایرماک و پارلمانتار ازمیر ارتوگول کرکچی جهنه. تویمت کوان هاتیه کرن اوه اندامتی و ریخستنا تروریستی یا چکدار و گشکرن خلقی بوکینداری. الگوری قانون ترکی حتی پارلمانتی پارلمانتار کیرانه به کس نکاره ویدادگی بکه. نوند راگیاندن و چپمنی یا هیزن پراستنا گل داخیانی که دا راگیاند ده شهر و پیفچونن وان روژن بوری یه نوبر و گریلاین و ارتش ترکیه دا دوره اوربری 17 لشکرین ترکیه هات نکشتن. هپگه هر و داخیا کرن که دا پیفچونان دا 7 گریلاین جیجیان خوش دست دانه. هپگه باسکی چکداری یه پارتی کار کرن کردستانیه. لگوری داخیانی نوند راگیاندن و چپمنی یا هپگه فروکین شیرین ارتش ترکیه 13 گلانی و دورین شمزینان و اورمری بمباران دکن. اجالی که دن و پیشتر ارتش ترکیه دو داخیانی 14 و 15 می دا راگیاند بو که پیفچونن شمزینان و اورمری دا 2 لشکر هاتو بون کشتن و 8 لشکر جبرین دار ببون. 18 گلان النوچه شمزینانی یا گریدای پارزگاه چولمیرگی یا بکوری کردستانی یریشک بمبه دژی هیزن ترکیه پیکات دنجه موی یریش دا 4 لشکر هاتو بون کشتن و 6 لشکر جبرین دار بون. بویر قاسی 7 کیلومتر دوری نوند شمزینانی پیکات. دمو که اتومبیل یا لشکرین ترکیه دریدا در باز دبو بمبه یک ودایی سر یا و تقیا. پشتی بویاری هزه که زده یا ارتش ترکیه گیش دوری و به پشتوانی هلیکوپترن اپراسیون دورین دست بکر. الگند هربجینی یه آمدی 13 گلانی دنجه متقینا کامیونه که بمبکری 4 کسان جانی خوش دست دابون 24 کس بریندار ببون و 12 کسان جی آگاهی نهات بگرتن. دنجه متقینا 15 تن تقمنیه دا پرچین قربانیان 10,000 متر ادناف زیبیان دا بلاو ببون. سازی تندرستی دادوری استانبول اشکره کرد که 12 کس که پشتی تقین جوان آگاهی نهاتی گرتن بویاری دا جیان خوش دست دانه. النوچه میردین سیبینی قدغه درکتنا دروا یاش 14 آداری دا هات راگیاندن اف 66 روزن بینوبر دوام دکه. جروجا دسپیکی و شرکی دجوار نوچه قومه.
حتی نازدی 100 پلیس و لشکرین تیم تایبت هاتن کشتن. لشکرین ترک تبع همو یریشین خواهیم چکن گران تانک و توپان نکارن بکوین تاخه کشی. تاخین یعنی شهر دجله فرات و عبدالقادر پاشا اشعالین دهان ماکینین اسکری و هاتن دور بچکرن و بومبل وان هات بون باراندن. شوا دشمی 16 گلانی نوچه نسیبینی یا گریدای پارزگاه میردین الباکوری کردستانی نامبر چکداری نناسکری و هیزن اولیین ترکیه دا شهر درکت و اجام پیوچونان دا لشکره که ترکیه کشتن. الگور آگاهیان چکداری نناسکری براکتان یریشی لشکران کرن و انجام دا لشکری که ترکیه کشتن و 4 لشکر بریندار بون. پشتی درکتن شهر و یریشن راکتی هزک زده یه اولیل جیب و یاری آمده بون و دست بلیگرینی کرن. تاخا یعنی شهر یا نسبینی جی دنجام پیوچونان دا افسیره که ارتش ترکیه هات بو کشتن. دست بکوی هفتی حتی نا ده افسیرن ارتش ترکی نسبینی هات نکشتن و 3 لشکر جبرین دار بونه. هات زانین شهر و پیوچون گاو بگاو نوچه رو دادن. نوچه یعنی شهریه آمده البن بالکونه که تقینه که رو دا و انجام ده زاروک که ده سالی بدجواری بریندار بو هیجی سدم و تقینی ندیاره. الجی بیاری تیمه که ابلکاری دست بلیکولی نکریه. ارتش ترکیش بوب کارانینا د اپراسیون دجی پارتی کارکرین کردستانی دا 25 افریقین شهرین جوره F-16 شادن آمده. گور آژانسین ترک افریقا دناوسی رو جنداوی دا نوند باجاری آمده هاتن بجی کرن. دوی زخم کرن و لشکری یا ترک هجمار افریقین شهر آمده گیشتی 65. شاوینا پاروا پشتی بمپیکرنو پیواجوی آشتی و آگربستی هیزین ازمانیین ترکیه یریش دبنه سر آرمانجن پککی باشوری کردستانی جی. 19 گلانی پارتیا داد و پیشواچونی AKP فرمی بینالی ایلدریم وکسرک وزیر ترکیه و وکسروکی AKP دستی شانکر. بینالی ایلدریم کسیتک گلکیش سرکوبری ترکیه اردوغان و نزدیک زارکتی و هوال بون فوروکتن نو سیاستی. هاتنا بینالی ایلدریم بوی پستی داده پیش بینی کردن. الگور چافدیرین سیاسی ایلدریم کسی که تا جدابون ویل گل اردوغانینه تشتکو اردوغانش بخوازه بکه. آلین کرد ترکیه جیل بندینه که بینالی ایلدریم پیواجوی چرا سری جاره کدن بده دست بکرن. تی پیش بینی کردن که دمکو ایلدریم سرک وزیر به دی رفش ترکیه آبوری پیش بکه و او AKP جی دی دنگی خوا زده بکه. بینالی ایلدریم در ترکیه کسی هستی ناسین هر وقت پیش بینی کردن که بینالی ایلدریم وک اردوغان احمد داوطوغلو تشکیل گل اپوزیسیونی قصا مکه اجبر شوای وی جوان جدایه. 19 گلانی کاندیدات سرک وزیر ترکیه نو و سرک AKP بینالی یلدریم گیشت باجاری آمده و سردان خزم قربانین تقینای آمده کرد. بینالی یلدریم سال 1955 دا ارزینجانش دایک بویه. کسی که گلک اردوغان نزدیکه و سرباز وی دناو AKP تناسین. یک بوش کسیتین که AKP دامزراندن و اندومی سرکاتیو و پارتی بود. گوری آژانس فرمی یا روسیه تاس بردف که وزارت دروا ماریا زخارова پشتوانی حکومت ولات خو نتوان یک بوی آنی زمان که شانده که بشنه با کوری کردستانی و وکولین سر شویتاندن زیدتری 100 کسیل جزیری وکوله. نویزگاه کمیساری چافدیری یا مافی مروان یه نتوان یک بوی حتیادن داخلی که دال سرمان پرخو راگیان دبو که کمیسار زید رات الحسین ترکیه خواستی زودترین دم ری بده شانده که نتوان یک بوی که بچه با کوری کردستانی و دست وکولینو بمپیکرن مافی مروان بکه. زخاروا گوت مخابن شهر الباشور جلات ترکیه بردوام و خیناویه گوری آگاهین فرمی زیدتری 300 سیویل دو اپراسیون دژی ترور دهات نکشتن. شهر چکداری یه نوبر هیزن حکومتی و یکیناین خاپاراستن ین کردان الگلک جیان دومه باجار شیرناخ دومه زیده تر دوربچ کریه. زخاروا گوت امدیسا بانک انقره دکن و دزوترین دم دو بگیرا سر چار سریو آشیتیانه یا پرسا کرد. لباجار کلنی آلمانی هزاران کردستانی روز شمی آهنگک جبو نشاندان پشتوانی خوا سرخبون کردستانی و شرمزرکنو 100 ساله پیمانا سایکس پیکو ریخست. هم بالاتین شهر چر پرچین والد بالوین کردستانی بجداری آهنگین بون کته دا کنسرتک جیش هجمر کنرمندان واهات داین. 16 گلانی 100 سال بسر سایکس پیکو که یک سدمین به دولتی کردان و پرچبون کردستانی در باز بون. سایکس پیکو پیمونه که سال 1916 یونابر برپرسن کلونیال ین بریتانیا و فرانسیای بو کالگوری و سینورین رجلات ناوین ین ایرو هاتنه خیس کرن. بجدروانین آهنگ خواسته که خواه آنین زمین که کردستان به دولت که سرب خواه و یک بویی. گلک کرد نتن شری من دن ین آلمانی هر وقت جوالات دن ین یوروپای جی بری خودان کلنی و هاتنه آهنگی.
پایتخت هریما کردستانی باجری هولیری با مدبون برپرس حکومت هریما کردستانی و هجمارک سیاستمدار نویسکار و رفشنبیر پلکفتا در بزبون 3 سالی بسر پیمان و سایکس پیکوی دا آهنگک هات الدارخستن ریخستن جواک سیویل هولیری یا پایتخت باجری کردستانی بو پشتوانی کرن لرفرندومی بو داخوازا سرخابونی کردمالک مزن ساز کرن هزاران کس پیشنگی و پیشورگین بری اونونرین که نتوان نوند باجری هولیری جویان و بالای رنگین یا کردستانی داخواز و سرخابونی کردستانی کرن. سرک هریم کردستانی مسعود بارزانی روز دوشنبه بانک عراقی کرد که آن به هفپشک لگل کردستانی آنجی به جیرانکی باش. داخلی که سرمال پر سرکتی هریم کردستانی که بونو سدمین سالوگر پیمانو سایکس پیکو هاتیه وشاندن مسعود بارزانی بزمانه که توند رخنک پیمانی و انجامن ویگرتن. بارزانی شرط حکومت هولیر و بغداد دخواست کرد که گفتگوی که جدی پیک بینن و جیبونی بدن دست بکرن. سروک هریم کردستانی گفت اگر آلین سیاسی جبر پرسیاری راست کردن شاشکین سایکس پیکو برون و دمی گلدی بریار خوب ده و بریار گلجی همو بریاران بیستره. ایرانیش بو راکشان بوریو پترول کردستانی بو ولات خو مرجک دانیه افجی وگر کردستانی بو بغدادیه دیپلمات کی وی ولاتی دبیجه ام بی عراق بریار نادن جگری سروکی کمیته خاص و پترول الپارلمانتوی کردستانی جی لزنگلی مترسید ده و دبیجه راکشان بوری و پیمان سلیمانی دسپیکو پرچبونه هریم کردستانیه دور دو سالانه که هریم کردستانی و کمرا اسلامی یا ایرانی گوتو بیجان دکن جبو راکشان بوری گاستان پترول کردستانی بو ایرانی لی حتی نه رکفتن السر کاغذ جیننگتیه و امزال سر نهاتیه کرن. سیشمی حفظی گولانی یکتیان اجتماعی کردستانی و تفگیر گورانی باجار سلیمانی و با مدبونو هجمانه که زیده یا رایدرین هر دو پارتیان ریکفتنک پهورا امضا کرن. مراسم امضا کردن ریکفتن نوبر یینکی و تفگیر گوران مالو سکرتاری گیشتی یینکی جلال طلبانی دا بریوا چو و هجمانک ریوبرین آستا بلند یینکی د مراسم دا آمده نبون. با مدبون سکرتاری گیشتی یینکی جلال طلبانی و ریکفتن نوبر یینکی و تفگیر گورانش عالی تفگیر گوران نفشریوان مصطفی و جیگری یکم ی سکرتاری گیشتی یینکی کسرت رسول علی و هاته امضا کردن. چفدیر کی سیاسی اشکره کرد سروک گیشتی ی تفگیر گوران نفشریوان مصطفی باریکاریو یینکی و کار جبو جدا کردن حکومت سلیمانی دکه اوج نها و هین ارک نو خدا دا بش کردنه. چفدیر سیاسی و شروعکر رب و نفذات درباره ریکفتن گوران و یینکی دا راگیان چند روز برینها هولدان پیکانینا ریکفتن که هاتیه داین که نفت بریا ایرانی و بیشاندن افجی برنامه گوران و یینکی بو. اوی هر و گوت اف زنگلو دسپیک یا جدابون سلیمانی کردستانی بو لیب وی پینگوی و ابوریو سلیمانی دکه ببن دست ایرانی و اردمه که جزایکش ایرانی را بیداین وی دمیل سر سلیمانی دا جیت داین. کوبا جواکن کردستان کچکه کو پکیکی جی لخوادگره باشور کردستانی پارتیا یگرتویا اسلامی کردستانی را جویا. چفکانین میدیو ینیزیکی پارتیا کارکرین کردستانی ایرا گیاندن. جوین بو دما 2 ساعتان دوم کر و رایدرین هر دو آلیان درباری پیشاتین رجلات نوین پرسو یکتیا نوبر کردان کنگریو نتوی یا کرد و شر و پیفچون نوبر گریلاین پکیکی و هیزین تولت ترکیه دا گوتو بیش کرن. گور زانیاریان یگرتو و کچکل سر ساز کرن کنگریو نتوی یا کرد دمک نزیک دا پهورا رازی بونه. بنزیک بونا شهر دژی داعش رقای تی پیش بینی کردن که 100 لشکرین امریکی بگیشن روجاوای کردستانی. الگوری زانیارین هفسرو که پیدا سال مسلم کوبانی گلشان دک لشکری یا پیمان نو دولتی یا دژی داعش جویا. دوی جوین د بس شهر دژی داعش رقای هات کردن. هرش علی خوابش هیزن سوری دموکراتیک دنگ خو گیانده خاقی رقای کوبون دژی داعش علی کاربن. درباره هات نوی هزا امریکی جی یپگی بس رولوان هزاندکه. وزیرین دروی ولاتن مزن یجیانی هفته گلانی لیوینای کومبون جبو دیتنا چاره سریه که جبو رفش آلوس یا سوری وک آمده کاریش با خفتن جنیوی کنها روستیاینه. اف کومبون دبن دمکی دا کشر نوبر گلک آلین دش برد بردوام الباکوری باجار حلبی و مترسیه نه آگر بست الور یکسر هلوشه. وزیر دروی آلمانی فرانک والتر شتاینمایر بری کومبونان گوت هفدان ایرو اون درست کردن پینگوین باشتر با آگر بستی نتن الباجار حلبی بلی هریم در دور حلبی جی. سر آستا سیاسی یا کردی ریبریا خاصر یا کردی کپورتیا وی یا سرکه پیدیل کومبونان هاتیه دورخستن و بجدار کنوی یک شخالنجی نکوکین یاد نابر آلین بجدار دا.
دمکی دا که روسیا وان وک هزه که چالکدار سر عدد بینه و دخوزا بشدار بونوان دکه هین آلین اپوزیسیون پیدی وک اپوزیسیون رژیم بشار اسد نبینن و بشدار بونوی رد دکن. دنگ و بحثین جیانه ریبریو اوباما پیشمی را گیاند که افشاخن رخستان دولت اسلامی داعش ین رجلات نوین تق ناف لیستا تروریستین گلوبالی. وزارت دروی آمریکا طولین عبوری دانابو سر گروپ القاعده پیوندیدار یمن عربستان سعودی و لیبیا. دخیلیو فرمی وزارت راگیاند کل گوربریار نو کسین بیانی که کریارین تروریستی کرنه اولهی آمریکیان و اولهی نتوی آمریکا سیاست وی یا درو و عبوریوی خستن خطری و بین جزا کرن. وزارت خزینه آمریکایی جی پیشمی طولین عبوری دانی سر شخصین که پشگری دادن داعش و بوی کمید راف کم کرنه. دخیانی دیار کرد که به خستن لیستا تروری ری بروان گروپان تگرتن که سیستم دارایی آمریکی کار بینن و شوالتین آمریکی را تقدر کرن که بازرگانی وان کمان را بکن. دخیانی بالکشان که شر دژ داعشی بلی ریبوزین لشکری هروا بریکن داراییجی بردوام دکه. 19 گلانی سبزو بالافرکی مصری که 66 کس تدابون اوش بالافرخنای چارلز دگولش یا فرانسیه بر قایری و بریکت بو و دربازی مصری ببو و وندابو و نمو سر را داری نهادیتن. وزارت افروکوانیا مصر جی را گیاند که اف بالافرکتیه که 66 کس جی ناف دابون. 12 ولات دناوی بالافری ده هبون. اف جی 30 مصری، 15 فرانسی، 2 عراقی و شهر ولات وک بریتانیا، بلژیکا، کانادا، سعودی، کویت، پرتغال، جزیر چاد و سودان جی یک کس بالافری ده هبون. انجمن اولای مصر جی سرکتیو سرکی مصری دست به جوینه که سری در کریه. سرک وزیر مصر را گیاند که اگر ویه که هیه که اف بالافر ده جمع یریش که تروریسی ده کتب خاری. جالیدن وجی فرماندوی ارتش مصری چند هلیکوپتر و گمین تایبت بولیگری نشاندن بو شوپاندن و دست نشان کردن جی بالافری یونانستان و فرانسه جی هلیکوپتر و گمی شاندن جبو که بهداری د پروسیا لیگرین دا بکن. هفته گلانی سیشمی پشتینی و روزنه که خاکش اتومبیل که بمبکری تاق شیبی یا نو پایتخت عراقی بازار بغداد تقاند. درباره انجام تقیین ده هیچ آگاهی نهادن زانین. هر وها هفته گلانی 3 تقیین دن بازار بغداد قومین و انجام وان تقیین انداب دهان کساتن کشتن و برین دار بون. روزک بری 2 تقیین تاق صدر یا بازار بغداد چه بون و انجام وان تقیین انداب 44 کساتن کشتن و نزدیکی 91 کسندن جبرین دار بود. ریخستن داعش به پرسیارتی تقیین خاکشی یا تاق شیب یا بغداد را گیاند. وقتی زانی نابر هفته که دا زنجیره که تقیینن الپایتخت بغداد پیکاتن پرانی وان هریمون پیکاتن ین بنالین وان شینه دیریشن هفته دا 140 کساتن کشتن. گدارین هیجا ابو بو وشانا دنگو باسن هکتیه کی شرچار پرچین کردستانی و کردن دیاسپوره هروا نوچین نوندتوی جاره که دن هفتیاتی دی سال سروی ناونیشانی بنجام نوچین هفتیه کی امیراستی هفبین آمدکار او ریبرا دنگو باسن نو یا رادیو ریاتزه بیلاس ترکیه حتی نی وشانا نو 2 مینوت نو خیر و خشیده.